نقشخانه سفره از دوره‌های خیلی قدیم به ما میراث ماندگی. مؤلف نقش سفره استاد عبدالرحمن جامی بلوشن. آهنگش را استادان زبردست موسیقی سفرگی زیبا پری، عمر حافظ و دیگر بزرگانی که صنعتی سرایندگی و نوازندگی اسلوب خاصی اسفره را ایجاد کردند، از آنها با ما میراث مانده است. تا امروز ما جوانان وقتی که جوان بودیم نقشخانه اسفره را از استادان اکا عبدالغنی و بابا ریحان از خواجه سیدوفکی، آنها در حقیقت از سرد دل همین نقشخانه اسفره تا دم وفاتشون میخواندند. ما از آنها همه یاد گرفتیم، حتی فاتحه هم دادند که همین آنها را دوام تان آنها اسفره. خیلی نقش اسفره بزرگ است، آهنگش خوشرو است. باید که هر خاندانی اسفره که توی عروسی می شود باید این رو خوانده شود. پیش هم میخواد بود، حاضر هم ما کمتر رفتیم میخوانیم. حاضر شاگردای از مکتب بچه ها، از اصلا جوانان، بچه های مایده، من خصوصا با آنها همین ثبت اسلوب خاص سرایندگی اسفره، چونکه اسفره از قدیم حافظه سرودهای کلاسیکی و عنعنوی شش مقام در اسفره خیلی هم ترقی کردگی ما دوام دادیم با بچه ها. اکنون نقشخانه اسفره رو من با یک چند گروه ها آموزان دادن، حاضر با گروه نو آموخته شده است. من حاضر نقش اسفره را از سه قسم هر سه قسم کم گرفته خوانده میتونم که برای که وقتی بسیار نگیرد.